خبرهای جنجالی از کنسرت شادمهر در تاریخ 4 اکتبر 2013. خرید جنجالی بلیت برای ورود به سالن. طرز تهیه بلیت به سبک خرید پرتقال از میدان میوه و تره‌بار. چگونگی وارد کردن نوشیدنی قاچاق به سالن. تصاحب کردن میز بغلی به روش‌های نوین. اومدیم ثواب کنیم کباب شد. اگر با شادمهر عکس نگرفتیم تندی تقصیر رو بندازیم گردن برنامه گذار. و بالاخره من کیم؟ تو کی؟ اینجا کجاست؟ کجا رو داری میگیری؟ باز که تو سوتی دادی بیا پایین مرد مومن بیا بیا پایین شاین داره میگیره حواست باشه. سلام داری میگیره؟ بگو سلام خوشون. خب سلام. منم سلام. با عرض سلام. بنده خدا اینجا کار میکنی؟ من هم سلام عرض میکنم خدمت همکاران محترم. ایشون هم سلام کردن. خوب دیگه نقشتون تموم شد. سلام کردی. لطف کنید برم؟ برو وقت نگیر. باشم اینجا خود بهتره. اگه نمیذاشتین سلام کنم. بعد این دقیقا هستیم اینجا شهر و قاطی همه هستیم اینجا غر و قاطی دستا با همینه بالا پایین نگاه به ما میشه حالا حالی همه هستیم اینجا شهر و قاطی همه هستیم اینجا غر و قاطی دستا با همینه بالا پایین نگاه به ما میشه. خب موضوع گرم صحبت ما این هفته چیه؟ موضوع اخیری که تو شهر اتفاق افتاد چی بود؟ چیه بالاخره موضوع صحبتمون این هفته؟ چه خبر بود؟ همین یکی دو هفته یه هفته گذشته چقدر بود؟ از من جونت بالا تو بگو دیگه. کنسرت شادمهر بود دیگه تابلوه دیگه. کنسرت شادمهر این شد یه حرفه. کنسرت شادمهر عقیلی رو داشتیم در تاریخ 4 اکتبر 2013 در وین. از کجا شروع کنیم؟ سامون اول از همون اولش چی بودش؟ تابلوه دیگه. میخوام بریم کنسرت اول رو بلیت بخریم. بلیت بخریم. پس شروع بکنیم. بذار من شروع کنم. چرا تو شروع کن؟ من شروع میکنم دیگه. باشه تو شروع. یادم ما وقتی بچه بودیم با مامانم میرفتیم خرید کنیم. مامانم یه چیز خیلی خوب یادم داد و اونم گرفتن تخفیف برای خرید توی ایران بودش. دقیقاً. چجوری میتونیم یه جنسی رو ارزون بخریم؟ انصافاً خیلی هم خوب بهم یاد داد. ولی تنها چیزی رو که انصافاً مامانم بهم یاد نداد این بود که عزیز من تخفیف گرفتن واسه خرید پرتقال و پیاز و زیرشلواری و بیژامه و زیرپوشه، نه واسه خرید بلیت کنسرت اونم توی اروپا. دقیقاً. این که خوبه. من واسط بگم که تو هم واسط هستی. آره هستم. من یه مدیر کنسرت همون کنسرت شادمهر یه مسئولیتی داده بود به ما. گفته بود آقا وایسا بلیت بفروش و کنترل کن و خوش آمد بگو. ما همچین جوگیر وایستاده بودیم دم در همچین الگانت. همه می اومدن سلام دیگه. نفر سوم چهارم بود. خب دیگه دقیقه 90 هم رسیده بوده. بعد گفت سلام خوب هستی پسرم؟ یه خانم محسنی هم بود با دوستش اومد. خب گفتش که بلیت چند؟ گفتم خب 35 یورو. خب بلیت که 29 یورو بوده. گفتم خب خانم شما حالا ما که تازه اومدیم تو این شهر خبر نداریم ولی خب روز برنامه گرونتره قاعدتا. گفت نه جوون اینطوری نمیشه. ببین ما 2 نفریم. بلیت هم که 29 یورو بوده. 2 نفر رو 30 یورو، نفری 15 یورو حساب کن خیرشو ببین. یعنی خداییش من یه لحظه فکر کردم تو میدون میوه تره‌بارم. همون لحظه این فکر به نظرم رسید. یه چیزی من واسهتون بگم عزیز دلم. یه آقای اومده به من میگه ما 6 نفریم 4 تا بلیت میخوام. میگم بله 6 نفرین 4 تا بلیت میخواین. اون 2 نفر دیگه پس جریانشون چی میشه؟ برداشته به من میگه منو نمیشناسی؟ میگم نه والا شما؟ میگه من همونیم که زمستون پارسال ماشین تو برف گیر کرده بود آمدم ماشین تو هل دادم. یعنی خدا وکیلی اون هولی که تو اون برف بهت دادم ارزش 2 تا بلیت مجانی رو نداره واسه ما. اوه بابا این که چیزی نیست. یادت 3 هفته پیش یه کار مدرنی اومدیم شروع کنیم؟ کدوم؟ پست. تبلیغات. آره دقیقاً. براتون بگم که ما یه سری آدرس هموطنان عزیز رو داشتیم. گفتیم خب این سری چی کار کنیم؟ یادم گفتیم آره فلایرها رو در واقع تبلیغات رو
که یه پوسترایی بودش، نفری یه پوستر گذاشتیم توی پاکت با آدرسشون فرستادیم. بعد یه سوالی هم از جنوالی دارم، شما شماره بنو پایین زده بودید که شماره خودت هم نزده بودید؟ خیلی داره زده بودیم ولی شماره تو هم بودش. آره خب نه شماره بنده رو زده بود، روزی 500 دفعه زنگ می‌خورد. آقا اولین زنگ خورد، سلام آقا حال شما خوبه؟ خوب هستی آقای صاحبکار؟ گفتم من همکارشون هستم، آقای شاهین صاحبکار نیستم. آقا شماره شما بود. واقعا باید تشکر کنم، بسیار تیم خوبیه، تپش چقدر مدرن کار می‌کنی، یاد گروه‌های موفق خارجی ما رو میندازه. آقا ما میگه همچین هندونه‌ها رفته بود بالا، خوشحال عجب بود. آدم مهمی شدیم و چقدر تعریف تمجید دیگه. خلاصه برد ما رو بالا بالا بالا، یه اون وسط نگهمون داشت. فقط من یه چیزی رو جوون باید بهت بگم. گفتم چی؟ ببین ما یه خانواده 4 نفریم، شما چرا یه بلیت واسه ما فرستادین؟ میگه همچین اینطوری؟ یه بلیت؟ ببخشید اون پوستر تبلیغاتی بوده، بلیت نیست. پوستر؟ منو مسخره کردین؟ خجالت نمیکشین؟ اصلا من دست شما شکایت میکنم، آدرس ما رو از کجا گیر میارین؟ ای داد بد. تبلیغاتی که ما فرستاده بودیم فکر کرده بودن بلیت برای دقیقاً دوستتون داریم. تا اونجا هم میرسه که اینقدر حمایت شما هموطنان زیاد بشه که ما بتونیم بلیط ها رو مجانی دم خونه واسه بفرستیم. ولی رضا، بدترین خاطره‌ای که من از فروش بلیط کنسرت شادمهر عقیلی دارم میدونی چیه؟ چی کجا؟ یه خانم به من زنگ زد، گوشی رو برداشتم، گفتم بفرمایید. گفتش که شما بلیط میفروشیم؟ گفتم بله خانم، ما هم بلیط میفروشیم خدمتتون. گفت آقا ما 15 تا بلیط وی آی پی میخوایم. وی آی پی؟ یک روز قبل از برنامه. نه بابا جدی؟ آره. گفتم خانم محترم عزیز دل من، آخه بلیط‌های وی آی پی ما 3 هفته قبل از برنامه تموم شده. گفت ما میخوایم بشینیم. گفتم متاسفانه جای نشستن نداریم ولی جای ایستاده اگه میخواین ما میتونیم خدمتتون بدیم. رضا فکر میکنی چی گفت بهم؟ چی گفت؟ روم نمیشه بگم. بگو دی خودتو لوس نکن. این خانم برداشت پای تلفن به من گفت شما که جای نشستن ندارین واسه کنسرت غلط میکنین کنسرت بذارین. یه لحظه وایس. ای بابا باز دوباره اومد. چیه؟ ای وای ای وای من برم. قلبم شکسته به دست یه فرشته که گناهیم نداره. آخه اون دست خودش نیست دیگه، راهیم نداره. ای وای عزیزم تو چی کردی با دل خسته و زارم، با یه جمله توی گوشم که میگی دوست ندارم، میگی دوست ندارم. اصلا اصولا یکی از برکات ما ایرانی‌ها اینه که کلا میتونیم روز آخر برنامه‌گذار رو کلی خوشحال کنیم. بگو چرا؟ چون ما ایرانی هستیم. ایرانی هم میمونیم ولی باز چرا؟ نمیدونم. به خاطر اینکه فکر کن 3 ماه پیش از برنامه بلیط فروشی رو شروع کردیم. جنابالی میتونی روز آخر 2 برابر کل بلیطی که تو این 3 ماه فروختی و چی؟ تهیه کنی و بفروشی. آخه عزیز من به خاطر اینی که ما ایرانی هستیم همه چی هم میذاریم دقیقه 90 و بازم ناراضی. دقیقاً کارش نمیشه کرد. اما بازم ما ایرانی هستیم و ایرانی میمونیم.
ضبطش نمی‌کنه. رضا کو؟ رضا بگم رضا کجاست؟ بگم رضا کجاست؟ رضا کجاست؟ رضا دستشوییه. گاستیم کن. نه بریم. ببین شما یه خبر فوری همین یه خبر فوری، یه خبر ارسالش کن. آخه اینطوری خبر فوری رو ارسال میکنم. فوری بود چیه؟ از خبر فوری ارسال. خب یه خبر ارسالی داریم از بچهای اون طرف دوربین. خبرگزاری قراقات تیوی به نقل از مدیر سالن اطلاع داده تعداد 150 عدد نوشیدنی کوچک و بزرگ که در سالن فروخته نمی شده زیر میزهای کنسرت پیدا شده. این تعداد نوشیدنی از کل نوشیدنی های فروخته شده در آن شب توسط سالن بیشتر بوده و تماما به طور 100% قاچاق به داخل سالن آورده شده. نمونه داریم؟ نمونه چی شده؟ چی خوندی؟ از نوشیدنی ها نمونه داریم؟ نوشیدنی ها بزنم بیارم. اینم بوده انگار. نوشیدنی یکی این بوده. اینو آوردن با خودشون تو سالن ها. این چیه؟ دو هم آوردن؟ با خودشون تو سالن. دو ودکا ریختن. این هم بوده. به بسیار هم عالی. تش چیزی نمونده. اینو من از زیر استیج پیدا کردم. آره 250 بود تو سالن هست. اینم یکی خورده بود انداخته بود بقیه شد اونجا. این آوردن تو سالن. آره مال تیرپونگه. نه مزه مشروب بوده. مزه شون هم آوردن. آره پس هیچی بلش کن. آره ای خدا ای خدا ای خدا. واسه شاید جریان جاها چی بود؟ خیلی هم میومدن قصه ای داشت انگار تو. من که تو نبودم نمیدونم حالا چه خبر بوده. البته بگم اینجا ما باید یه معذرت‌خواهی از شما بکنیم ولی خب دلیلشو چرا دیگه معذرت‌خواهی باید بکنیم ولی دلیلشو بهتون میگم. والا اون شب ما همه جاها رو واقعا به تعداد نفرات چینده بودیم. قربونت بشم فدات شم. ولی به خاطر اینکه باز طبق همون حرفی که اول زدیم همه کارهای ما دقیقه 90 و آخرین لحظه میایم. دقیقه ساعت 8 شروع شده. آره ولی خب خیلی از کسا بودن خودت که بودی عزیز من ساعت 11 و نیم 12 اومدن اونجا. یه سری میز رزروی داشتیم 12 و نیم اومدن. و یه سری آدما بودن که اونجا یه میز مثلا 5 نفره 10 نفره 15 نفره رو خالی دیدن. چیکار کردن؟ 4 تا از رفیقاشون رو برداشتن آوردن اینجاست. بیا خودت بیا اقرار کن چیکار کردی. خب چه من نادمم پشیمونم. چه پیام برای همسه دو سالات کردی؟ چه کاری کردی تو؟ والا موقع دوستامون نشسته بودیم و اینا دیدیم. از اولش شروع کن. ساعت چند بود؟ ساعت والا 10 و نیم 11 اینطورا بود. خب 11 بود. خب آره 11. شما که میزید 4 نفره بود که 4 تایی بودیم دیگه. بعد دیدیم بغلی نیومد. چند نفر 11 و 5 دقیقه شد 10 دقیقه شد. دیدم 4 تا دوستا همینجا پایین ول افتادن. گفتم بیا بالا خالی افتاده. یه دقیقه وایسا. دروغ میگم من؟ من جلو دور نمیدونم بگه راست گفتم. همون کاغذ میزه که برداشته بودیم واسه آخه تو کاغذ میز و کندی. کاغذ میز الان به درد ما میخوره. گفتم شب بدم. برو نکن عزیز من. خودت دیوونه کنه خجالت بکشی. بعد شاید خجالت بکش بزرگتر. از کجا؟ ما به خاطر کاری که این دوست بی فکرمون انجام داده شخصا از شما معذرت منم خودش معذرت خواهی کرد؟ بله اون بعد برنامه. خب دوستان عزیز تماشاچیان محترم برنامه قراقات تیوی خیلی خوشحالیم که این دفعه بازم این اومد. ای بابا وایسا خیلی خوشحالیم که این دفعه هم وقت گذاشتین و برنامه ما رو نگاه کردین. برنامه این دفعه قراقات تیوی فقط یه درد و دل کوتاهی بود بین ما و شما. هنوز برنامه اصلی شروع نشده. از قسمت بعدی برنامه اصلی که کلی هم باحاله خواهید دید و یه تصمیمی هم برای تنبیه این آقا خواهیم گرفت. واسه هم سناریو کمتر می‌نویسیم یا اصلا نمی‌نویسیم. چی داری می‌خونی؟ پشیمونم. این هم از تو کاغذ میز بغلی بود دوباره یادم افتاد. چند تا میز؟ این همون نوشتنی نبود که زیر میز افتاده بود. نصف دهنی یارو داری می‌خوری؟ قرمه سبزی هم میداد. اوه می‌خوری. خب این ما این شما و این آلبوم عکسای شادمهر عقیلی. خداحافظ تا بعدا. بی‌اعتمادم کن به همه دنیا این که با من باش کنار
من تنها از اولین جمله فهمیده بودم زود عشقای قبل از تو سوء تفاهم بود اونقدر میخوامه همه باهات بچن با 800 هر روز از کنار ما رد شن حالم عوض میشه حرف تو که باشه اسم تو بارونه عطر تو همراشه